نگاه کردم دیدم که آره صابون لوکس. سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه. به یه ویدیو متفاوت خوش اومدین. توی این ویدیو قرار نیست آشپزی کنیم، قرار من و مامان خونه تکونی که هر سال شهریور رو انجام میدیم رو بهتون نشون بدیم و من هم چند تا از چیزایی که از دیجیکالا گرفتم و خیلی ازشون راضی بودم رو بهتون معرفی کنم. اولیش تخت وایت بردم، چون واقعا نمیتونم صبر کنم، دوست دارم سریعتر بهتون بگم که یه چنل یوتیوب زدم که توش آموزش انگلیسی و آلمانی میذاریم من و عمو و خیلی خوشحال میشیم که این چنل رو فالو کنید و به اون دوستایتون که دارن زبان آموزی میکنن هم معرفی کنید. تخت وایت بردم و با تخفیف 800 خورده گرفتم که با هزینه ارسالش تقریبا همون قیمت اصلیش در اومد، 1,050,000. 60 در 90 و برای خریدنش خیلی تحقیق کردم. رفتم همه تخته هایی که تو دیجیکالا هست رو نگاه کردم، کامنتاشون رو خوندم و به این نتیجه رسیدم که این تخته از همه بهتره. مورد دوم دستگاه میکرودرم خانگی یا همون مولتی فانکشنال کلینزینگ اینسترومنت. من خیلی از این استفاده میکنم، همین دیروزم ازش استفاده کردم. برای پاکسازی پوست واقعا عالیه. همطور که میبینید یه سری اصلی داره که به نظرم از همه کاربردی تره و یه عالمه سری اضافه داره. حالا بایستید روشنش کنم بهتون نشون بدم. این سریشو اینطوری جا میزنید و دکمهشو نگه میدارید و روشن میشه. درجه هاشم میشه تنظیم کرد و اینم سریاشه. چند تا سری مختلف داره ولی خب من بیشتر از همه از همین استفاده میکنم. چند تا فیلتر اضافی هم توی بستش داره که میتونید بعد از هر چند بار استفاده کردن فیلترش رو عوض کنید به همراه شارژرش و الان بهتون نشون میدم که چقدر خوبه. من پوستم چربه ولی شما که میخواین حالا استفاده کنید و پوستتون خشکه، قبل از اینکه ازش استفاده کنید حتما یه کوچولو روغن مرطوب کننده بزنید به پوستتون یا اینکه پوستتون رو نمدار کنید. این مکشش رو ببینید فقط. باورم نمیشه دیروز ازش استفاده کردم ولی بازم امیدوارم معلوم باشه هنوز از توی پوستم این چیزا در میاد. ببخشید حالتونم بهم خورد ولی شاید حتی پوست شما بیشتر از منم از اینو داشته باشه. کلا پوستای چرب کلی منافذ باز دارن که باعث میشه یه عالمه چربی توی منافذ جمع بشه. واسه همین این دستگاه خیلی کاربردیه و من هفته یک بار حتما ازش استفاده میکنم. سریش هم بعد از هر استفاده خیلی راحت جدا میشه، میشورم و الکل میزنم و دوباره میزنم داخل جعبش. قیمتش 278 که حالا بستگی داره هزینه ارسالش متغیره و عکسش هم اینجا میذارم که بدونید من کدوم یکی از این میکرودرمای دیجیکالا رو سفارش دادم. مورد بعدی جوراب واریس. من قبلا از این جوراب واریسی که توی بیمارستان موقع عمل مامانم بهش داده بودن استفاده میکردم که خاصیتش رو کاملا از دست داده و زیر شلوار بیرون نمیشه پوشید به خاطر اینکه سر میخوره میاد پایین. بعدش دیدم یکی از همکارام از این جوراب واریس از دیجیکالا گرفته و میگه خیلی خوبه، اصلا سر نمیخوره، پادردش کم شده، به خاطر همین منم سفارش دادم. با تخفیف 190 تومانی گرفتم. حالا با هزینه ارسالش شد 370. برای کسایی که کارشون مثل من یه جوریه که طولانی مدت باید وایسن یا بشینن خیلی خوبه. علاوه بر این که از ورم و درد پا جلوگیری میکنه باعث میشه رگ‌های واریس هم رشدشون متوقف بشه. منم که به طور ارثی رگ واریس داشتم حتی قبل از اینکه برم سر کار، اما وقتی رفتم دیدم که هی دارن بیشتر میشن، هر شب پاهم ورم میکرد، خیلی پادرد داشتم همیشه. اما بعد از استفاده از این جوراب واریس دیگه واقعا پادرد ندارم، پاهم ورم نمیکنه، رگ‌های واریس هم همون شکلی که بوده مونده و رشد نکرده. پس اینم حتما بگیرید.
مورد بعدی درما رولر که من به قیمت 170 تومن و مدل سوزن نیم میلیمتریشو گرفتم. انواع مختلف داره، سایز سوزناش متفاوته، اما بهترین استفاده هم برای پوست هم برای کف سر سوزن نیم میلیمتریه. دقیقاً چی کار میکنه؟ با این سوزنای ریزی که رو سطحش هست سوراخ‌های میکروسکوپی رو پوستتون ایجاد میکنه و پوستتون برای ترمیم این سوراخ‌ها مجبور میشه کلاژن تولید کنه. این کلاژن هم به جوانتر شدن پوستتون کمک میکنه، هم از چروک جلوگیری میکنه و هم باعث روشن‌تر شدن و شاداب‌تر شدن پوست میشه. من برای پوست کف سر گرفتم چون که میخواستم قبل از روغن تراپی یا استفاده از رزماری جوشونده شده جذب این مواد رو خیلی بیشتر کنم و حقیقتا هم جواب داد. هم یه عالم بیبی هیر در آوردم، موهای ریز جدید در آوردم، همین که موام پرتر شد بعد از اون ریزش موی شدیدی که داشتم. پس اینم توصیه میکنم، ولی باید استفادهش منظم باشه، نه حالا هر روز، ولی در طول هفته میتونید 2 بار یا 3 بار استفاده کنید. حتما هم بعد از هر بار استفادهتون بهش یه عالم الکل بزنید یا با یه مسواکی که نیاز ندارین تمیزش کنید، چون که تمیز کردنش خیلی سخته. بعدی نگهدارنده قرص. شاید بپرسین چرا انقدر چیزای رندوم گرفتی؟ ما بیشتر وقتا شوینده ها، شامپوهامون رو از دیجیکالا تو تخفیف میگیریم و خب منم هرچی که میرم توی دیجیکالا میچرخم ببینم تخفیف داره رو سفارش میدم. این نگهدارنده قرص هم نیاز داشتم به خاطر اینکه در طول روز خیلی ویتامین استفاده میکنم و کلا قرص آهن، منیزیم، حالا قرص خودم و یه سری قرص هم برای رژیمم گرفتم که از اونام استفاده میکنم. نیاز داشتم منظم باشه، یه جایی باشه که استفاده ازش راحت باشه، به خاطر همین از این نگهدارنده‌های قرص گرفتم. من 40-45 تومن گرفتم، اما الان توی دیجیکالا بسته 3 عددیش موجوده به قیمت 120 تومن. امیدوارم این وسایلی که من گرفتم برای شما هم کاربردی باشه و اگه دیدین چیزیشو نیاز دارین شما هم بگیرین و استفاده کنین. بریم ببینیم مامان داره چی کار میکنه با خونه تکونیش. سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یه اخلاقی که دارم، حالا نمیدونم اخلاقم خوبه یا بد، دوست دارم شما تو کامنت ها نظر بدین که سالی 2 بار به قول معروف خونه تکونی میکنم. یکی آخر شهریور ماه، یکی هم اسفند ماه که برای عید، بعد که راحت باشم و کارا کمتر و سبکتر باشه. اینی که بذاریم 1 سال کامل گرد و خاک و غبار از کولر و از در و پنجره و چون تابستون در و پنجره ها بازه دیگه، از کولر هم مطمئنا خاک میاد. بشینه توی خونه بخوای اسفند ماه این کارا رو انجام بدی خیلی سخته. روی این حساب من هم شهریور ماه هم اسفند ماه با حنانه هر دو کل خونه رو به هم میریزیم، در و دیوار و کابینت و دیگه همه چیزو تر و تمیز میکنیم، میره تا اسفند ماه. اسفند ماه هم همینطور. روی این حساب کارمون خیلی راحت تر هستش. بعد امروز هم شروع کردیم دیگه، حنانه از اتاق شروع کرده، منم آشپزخونه رو هفته قبل داخل کابینت ها رو تمیز کردم، چون هر دو سر کار میریم فرصت نمی کنیم. هر هفته یا هر شب که میام مثلا اگه خسته نباشم یه تیکه از کارا رو انجام میدم. حالا امروز دیگه چون دیشبم آشپزی داشتیم گازو تمیز کنم، اینا رو بشورم و تمیزشون کنم، این رو تمیز کردم با این کابینتو. بعد دیگه برای حبوباتا ظرف و ظروف و اینا خریدم که حنانه فکر کنم نشونتون داد. دیگه حالا بریم سراغ بقیه کارا. مبلا رو دیگه بلند کنیم، زیر مبلا رو تمیز کنم و یه جارو بکشیم، ولی فرشا رو نمیشونم چون فرشامون تمیزه. من 4 سال پیش شستم، رنگشونم تیره است و اینکه مهمونم خونمون میاد، مهمونی که بچه دار باشه زیر سفره پهن میکنم. مهمونای بزرگم هم که خب آدم بزرگم دیگه مراقب هستن، دیگه رو فرش نمیریزن. روی این حساب فرشام تمیزه. بعد یه چیزی هم بگم که من امسالم اینجا رو تمدید کردم، چون دیگه تمدید شد خیالم راحت شد، دیگه شروع کردیم با حنانه خونه تکونی کردن. چون 2 دل بودم، گفتم حنانه شاید اساس کشی کنیم، بشوریم، همه رو دیگه بسته بندی کنیم، تو کارتون میکنیم. ولی خدا رو شکر دیگه صاحبخونه دوباره بهمون همینجا رو اجاره داد و دیگه تصمیم گرفتیم که خونه تکونی کنیم. با ما همراه باشید. این کابینت ادویه‌های مامان همیشه خیلی به هم ریخته بود. هر چیزی نخل لوبیا یا ادویه‌جات که داشت، یکیش تو ظرف ماست بود، یکیش تو ظرف ارده بود، یکیش تو ظرف چیزای مختلف بود، اصلا هماهنگ نبود، خیلی بدش میومد. دیگه جدیدن رفته اینا رو خریده که سایزای مختلف دارن، خیلی باحالن، رو هم دیگه هم وصل میشن. یعنی اگه کابینت اون بلند بود این یکی‌ها هم میشد رو هم دیگه اینطوری پیچی
وصل کنیم. خیلی چیز کاربردی و باحالی ان، خوبه، پلاستیکی هم هستن، اگه موقع بیفته چیزیشون نمیشه. حالا بازم میخواد بخره، اینجا هنوز جا داره که وسیله بذاره، ولی خیلی قشنگ و مرتب همه چیزاشو چیده، نخود، لوبیا، عدس دیگه، سبزیای خشک. اینجا هم که قهوه و پودر کاکائو ایناش مال منه، بقیهش دوباره برای مامانه. اسفند و گل محمدی و چیزای دیگه. اینم از مجسمه هامون. این مجسمه منه، اینام برای منه. یه چیز جالبی که نشونتون بدم، اینو بابام دوران کرونا از دوستش گرفته، یادگاری. زیرش هم نوشته چند روز قبل از فوت بابا بوده، می‌بینی 13/3 بابا هم که 4/4 فوت شده. آره من اینو خیلی دوست دارم. آره از آقای توانا گرفته از دوستش. همیشه اینو میذاشتم کنار عکس بابا. عقبم همیشه هم دوست دارم خونه تمیز باشه. یه موقع یه مهمون میگه مثلا ما فردا شب میایم خونتون، یا جمعه میایم، مثلا امروز سه‌شنبه است میگن خونه هست، چهارشنبه است. نه مثال میگم، مثلا امروز سه‌شنبه است میگن خونه هستید ما جمعه بیایم، میگم آره دیگه راحت، هیچ کاری ندارم، یه گردگیری مثل تلویزیونه و یه جارو برقی. ولی بعضیا یه عادتی که دارن، چون دیدم تو فامیل داریم، هیچ کاری انجام نمیدن، میذارن مثلا تا شب عید یه مراسمی یا کاری هم که دارن پدر خودشون رو در میارن دیگه، باید همه چیزو صفر تا صد تمیز کنن، مثلا یک هفته اسیر هستن. ولی اینجوری که باشی هفته یک بار ما جارو میکشیم و گردگیری میکنیم. ما تقریبا همه این کارا رو هفته یه بار انجام میدیم، فقط نمیریزیم بیرون همه چی رو بشوریم. باشه اینجوری بیرون من مثلا 6 ماه یه بار میریزم بیرون، تمیز میکنم، شستشو رو انجام میدم، دوباره میکنم. یا مثلا شستن پرده، یا اینکه من تختم و خوشخوابش رو بردارم، اینا رو موقع خونه تکونی انجام میدیم. ولی کلا تمیزکاری عمومی رو هر هفته داریم انجام میدیم. آفرین. یه موقع هفته 2 بار. آره. هفته 2 بار من جارو برقی میکشم، بعد دریچه کولرم چون بالای میز تلویزیونه خب خیلی خاک میشینه. میز تلویزیونا هم که دیدیم شیشه مشکی هستن، اونم خیلی تمیز میکنم. تازه وقتایی که سر کار نمیرفتی هر روز یا یه رو در میون جارو میکشیدی؟ جارو میکردم. آره وقتایی که سر کار نبودم یک روز در میون خونه رو تمیز میکردم. سرویس بهداشتی یا هفته یه بار جرمگیر و پود. شیشه ها هم هفته یه بار تمیزکاری که من هفته قبل جمعه چیز کردم، هم شیشه ها رو تمیز کردم، هم پرده های اتاق حنانه، اتاق خواب، پذیرایی رو شستم، همون دقیقاً نمدار فوری نصبشون کردم، راحت و آسوده دیگه. رفت تا اسفند. دیوارا رو من حتی سالی 2 بار تمیز میکنم با چند منظوره. یک بار شهریور ماه قشنگ میزنم چند منظوره، تی میکشم، یه بارم اسفند ماه. روی این حساب نه خستگی تو تن خودم میمونه. حنانم که ماشاءالله دیگه بزرگ شده، خیلی کمک حالم هست خدا رو شکر. حالا همیشه بچه‌تر بود خودم انجام میدادم، مثلا اتاق خودش، سرویس بهداشتی ها، اینا همه دیگه برنامه ریزی کردیم، اینا با حنانه هستش دیگه، 0 تا 100 اتاق خودش رو انجام میده. و اینکه هر دو هم خسته نمیشیم، راحت و خوب. دوستان عزیز اگه یادتون باشه من از این ظروف استیل استفاده میکردم، خیلی هم راضی بودم ازشون. بعد درشون هم تو 3 مرحله تنگ و گشاد میشد، این سوراخاش که چه مقدار استفاده کنین از مواد بریزین روی غذاها. و یه استند خیلی خوشگلی هم داشت. در حال حاضر چون آشپزخونه ما کوچیکه دیگه جای استند و اینا نیست، من رفتم اینا رو خریدم. جالبه اینا هم دراشون همین جوریه. بیشتر اینجا نمک پاش و ادویه ها این شکلیه. آره درشون 3 مرحله، سوراخاشون تو 3 مرحله هستش که تنگ و گشاده. بعد حالا دارم اینا رو میریزم داخل این که دیگه پیدا باشه، هی دنبالش نگردم. حنانه بچم برام هم نوشته ولی خب من دیگه یه موقع از این وریه هی تا بچرخونم زمان بره شفاف بهتره. آره اون استندشم دادم به خواهرم خاله مهری، این سبده رو گرفتم چیدم توی این که دیگه توی کابینت جا بشه. اینا رو هم بدم به خاله مهری بذاره روی اون استنده و استفاده کنه. خوش به حال خاله مهری. آره من هر چیز ظروف اضافه دارم میدم به خاله مهری، میگم به دردت میخوره استفاده کن، به دردت نمیخوره بده. چون فلفل قرمزم هست، سرفم گرفته، بده به یه بنده خدا. قیمتشون هم 6 تا شد 150 تومن. رسیدشون ها. این فلفل قرمزا رو با ما خودش درست کرده، همونایی که من یه بار توی غذا ریختی پدرمون رو در آوردی. خیلی فلفلش تنده، یعنی از دور من دارم استفاده میکنم، تو هوا پخش میشه. بعد این نمکدونا رو بلندترش هم داشت،
من نمیدونم احساس کردم این بهتره، ولی الان انگار یه خورده پشیمون شدم. میگم بلندتر بود اینا بیشتر جا میگرفت. نه به نظر منم این کوچیکا دم دستی‌تر و بهتره. البته اینا همه جا گرفتن و این فلفل قرمز چون خیلی فشرده بوده جانش. خب بریم من از اتاق خودم شروع کنم. پرده ها رو مامان چند روز پیشا شسته، پنجره ها رو تمیز کرده و بقیه کارا مونده فعلا. بس یه چیزی که خیلی مهمه You are listening to Music Box with DJ Roham and Ali Domingo. داره که داره. دلیل نمیشه بیاد نینی منو برداره. من که فست بودم تا ساعت 2. البته الان یه ذره از 2 هم گذشته. الان میخوام دیگه صبحونه بخورم. البته صبحونه نیست ولی چی میخوری قهوه مامان؟ بنده آیس کارامل میخورم چون احساس کنم شیرینه. احساس میکنم شیرینه دیگه. آره خب چون قهوه تلخه نمیدونم چرا دوست ندارم، فقط بوی قهوه رو خیلی دوست دارم. بیام برای خودم دوبل زدم، 2 تا قهوه دوبل، میزانم. بعد فشارت بیاد پایین بری زیر سرم. ندیدی ویدیو رو؟ یارو میگه 2 تا قهوه دوبل زدم. نه. میزانم. ملت چه چیزایی برای خودشون درست میکنه. تو که آیس کارامل دوست داشتی؟ این الان اسمش چی بید؟ لته. جا کیفا من مرتب کردم، میذارم توی این چمدونم کنار. یه دونه از این کوله ها من آوردم دم دست. اون کولم که همیشه باش میرم سر کار دیگه خیلی داغون شده بود، واسه همین این یکی آوردم دم دستی.
دوستان عزیز، یه چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که هر کسی از یه نفر یه ترفندی رو یاد میگیره، این تو زندگی خیلی خوبه که از بزرگترامون چیزایی که یاد میگیریم تو زندگیمون به کار ببریم. من یه دفعه رفتم خونه یه خاله سکینه، همین خاله که تازه فوت شدن. بعد شب خوابیدیم اونجا. شب که میخواستیم بخوابیم، رخت خوابا رو که من می آوردم پهن میکردم که همه بگیریم بخوابیم، میدیدم خاله یه کیسه هایی لای رخت خواب گذاشته. بعدن اول متوجه نشدم چیه، از خاله پرسیدم، گفت صابونه. نگاه کردم دیدم که آره صابون لوکس، خیلی هم خوشبوه، توی این کیسه ها گذاشته. البته خاله کیسه دوخته بود، ولی من این کیسه ها رو آماده دارم، هر دفعه چیزی خریدیم تو این کیسه ها بوده دیگه گذاشتم کنار. یه صابون توی این کیسه ها گذاشته بود، یعنی اینجوری لای رخت خواب، مثلا لای هر 2 تا 3 تا ردیف یه دونه گذاشته بود، دوباره 2 ردیف دیگه یه دونه گذاشته بود. رخت خوابا خیلی خوشبو، وقتی میخوابیدی واقعا بوی خوشی داشتن. حالا مامان مهین همیشه گلاب میزد. مامان مهین میریخت توی اسپری لای رخت خوابا گلاب میزد، ولی گلاب بوش فراره میره، وقتی خوش بشه بوش میپره، ولی صابون اصلا اینجوری نیست. گفتم که اینم به شما بگم که اگه دوست داشتین این کارو انجام بدید و واقعا رخت خواباتون خوشبو میشه. خدا رحمت کنه خاله رو. من اینو از خاله یاد گرفتم. روحش شاد. روحش شاد. این از گلدونای من که هم میشورمشون هم بهشون آب میدم. مامانم حالا گلدوناشو میاره. تو این فاصله که مامان داره حالو تمیز میکنه، منم کشامو مرتب کردم. اینا رو مامان تازه خریده برای ویدیوهای من. بهم گفتش که میخوای ویدیو بگیری ظرف و ظروف خوشگل داشته باشی، چیزاتو بچینی توش. دیگه گلدوناشم میخواد ببره تو همون بشوره مثل گلدونای من گلدونای خودم رو چیدم دیگه، خوش شدن، چیدم سر جاشون. خب خونه تکونی ما هم تموم شد، فقط مونده اتاق خواب که یه جارو میخواد چون تمیزه و این تراسمون مونده که دیگه خسته شدم. ان شاءالله روز جمعه که تعطیل هستم تراسم یه آبی بزنم و تموم شه. 6 ساعت طول کشید خونه تکونیمون. آره خوبه دیگه 6 ساعت. آره من طولانی بود ولی همیشه یه روزه یه صبح تا شب کلا خونه تکونی میکنم. تازه دیوارا رو هم پاک نکردم. دیوارا رو هم گذاشتم برای یه روز دیگه، ولی کلا بخوام یه روز کامل کاری رو انجام بدم، دیوار رو پاک کنم و همه کارا رو، لباسشویی هم روشن باشه، پرده ها تو لباسشویی شسته میشه، فوری آویزون میکنم، یک روزه نهایت یه روز و نیم خونه تکونی من تموم میشه. تا برنامه بعدی و یه ولاگ دیگه و یا آشپزی یا یه نکته خانه‌داری دیگه، خدا نگهدارتون. خب دیگه من خیلی خسته شدم، چند وقتم بود همینجوری سر کار سیاتیکم میگرفت، امروزم وحشتناک درد میکنه. بعد این همه جابجایی تخت و اینا جوگیرم شدم و مامان کمک نگرفتم، خودم تنهایی بلند کردم. حالا الان دیگه افتادم.
بشینم ویدیو رو ادیت کنم، چون همین امشب میخوام براتون بذارم. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین و اگه بازم از این شکل ویدیو خواستین توی کامنت ها بهمون بگین. سری لینگو هم یادتون نره حتما سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.